محمد رضا چی شد که تصمیم گرفتی از فضای اینستاگرام فارسی مهاجرت کنی به فضای یوتیوب؟ قبل از عزیزی من سلام میکنم. واقعیتش ببین اصلا کلا بازارهای مالی و داستانهایی که داره اینجوری نیست که شما بتونی مثلا توی ریلز 1 دقیقه اونها رو جا بدی و به خاطر همین چون توضیحات زیادی داره، به خاطر همین فکر کنم که یوتیوب خیلی بهتره برای ارائه کردن اینطور کارهایی، مثلا روانشناسی که داریم خودمون توی پیج تعریف میکنیم و مجبوریم زیر 1 دقیقه بگیم، ولی خب متاسفانه اصلا نمیشه اونقدر خوب توی زیر 1 دقیقه جمعش کرد. خب آره، منم به عنوان یه استراتژیست آپشن خب واسه من سخت بود که میام یه موقعیتی رو واسه پیج میذارم، حالا موقعیت خرید باشه یا فروش، مثلا فارغ از این فضا. خب فضای آپشن بود و خیلی اصلا آشنایی نداشتن اصلا با این فضا و اصلا خیلی ها نمیدونستن درایو چیه، اینجا متامس چی بود تو واسه کردی و خب به علت این محدودیت زمانی منم مجبور بودم که گذری از روی این مسائل عبور کنم و واسه منم آره بهتره. اگه می‌خواستی مثلا توضیح هم بدی، خب مثلا درایو باید می‌خوای توضیح بدی، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه حداقل درایو توضیح بدی. زمان بره خیلی زمان بره. درست. خب اصلا هدفت چی بوده از ورود به یوتیوب و چه محتوایی رو می‌خوای به مخاطب اینجا برسونی؟ واقعیت من یه هدف خیلی کلی و بزرگ دارم و یه هدف خیلی کوچیک‌تر. هدف کلی بزرگ در واقع اینه که مقابله کنم با این شبه علمه. حالا شبه علمه چیه؟ خیلی ساده اگر بخوام مثال بزنم، مثلا همین عزیزانی که توی اینستاگرام وجود دارن و مثلا زالو افتادن به جون مردم و دارن خون مردم رو میمکن. مثلا طرف میبینی میاد پکیج‌های مختلف و بعد نمیدونم مثلا آره بیا تو بروکر من ثبت نام کن و اصطلاحاً آی بی گری میکنن. آره با این آی بی من اگر زیر مجموعه آی بی من بشی n% توی معاملاتت کارمزد داره و کد رفرال منو بزن $100 بونوس بگیر و عرض کنم خدمتتون با همین ها چون میدونید دیگه مثلا روش کار به این صورته که شما میای مثلا یه پیجی داری، مثلا 20000 نفر فالوور داری، خب از این 20000 نفر میان با کد رفرال شما تو اون صفحه‌ای که حالا این آقا از پشت بسته میان و در واقع ثبت نام میکنن، یه درصد خیلی بزرگی میرسه به اون در واقع اون کسی که شما داری با رفرالش ثبت نام میکنی متاسفانه. و اون برای که این کار حالا باز اون بازی اونجا میچرخه، شما به شما $100 بونوس میدن، شما اون $100 رو یه جوری از دست میدی اونجا، اصلا امکان نداره که ببریش. بعد از کنم خدمت شما که بردن شما صفر تقریبا اونجا. حالا شما میای اینجا دوتا یه خطایی میشی، میگی که حالا این $100 رو باختم، یه $100 دیگه از خودم، یه $100 دیگه میذاری، یه $200 دیگه میذاری، یه $300 دیگه میذاری و همینجوری یه عدد بزرگ شما متاسفانه اونجا باخت میدی و مقصدش هم جیب اون آقایی هست که در واقع این کد رفرال رو به شما داده. اینها در واقع اینها شبه علمه، اینا چیزاییه که متاسفانه دارن توی اینستاگرام فارسی در موردش میگن و متاسفانه کاملا هم غلط است. هدفم بیشتر اینه که این مسئله رو من در واقع حداقل به اندازه خودم بتونم ریشه کم بکنم و حداقل یه جایگزین درستری براش ارائه بکنم. هدف کوچکتری هم که دارم اینه که همون مسئله روانشناسی که خیلی از موقع توی پیج مثلا مجبور بودیم در حد 1 دقیقه واقعیتا توضیح بدیم، خیلی هم خوب نمیشد، ولی اینجا بیشتر بازش کنیم، مثال بزنیم در موردش، فرقاشون رو با هم دیگه بگیم، چون خیلی نزدیک به هم دیگه، باید تفکیک بشن از هم دیگه. خیلیشون چون مفهوم نزدیک به هم دیگه داره معمولا قاطی میشه با هم دیگه و اینها. بیشتر اونم اینجا صحبت کنیم در موردش. این راجع به هدف کلیت، خب منم خیلی موافقم با این حرفت که اصلا ایران خودش یه فضایی شده که انگار این تریده، این برکه گلالوده است و هر کسی میخواد بیاد از توی این برکه گلالود بالاخره یه ماهی بگیره و اصلا زیر هر سنگی رو بلند میکنیم متاسفانه یه کلاهبرداره و این بحث تریده واقعا تو ایران خیلی جدیه و حتما باید جزء مسائلی باشه که توی ویدیوهای بعدی چنل حتما بهش بپردازید و اینکه چرا ذاتاً سودده نیست این بازار، حتما بهش میپردازیم.